در جستجوی حقیقت، در جستجوی حقیقت. برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. در جستجوی حقیقت، هنگام راستان در مسیر راستی. در جستجوی حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی به گذشتم می نگرم احساس می کنم چیزی در جای از تاریخ گیر کرده است. انگار زمان مرا سخت در خودش محدود کرده است که از آن عبور نمی توانم. آری، گاه صدای خنده‌ای و تصاویر کوتاه مانند فیلم سیاه و سفید در ذهنم مرور می شود. 3 سال بیشتر نداشتم، در حالی که سرمست طفولیت بودم و غرق در رویای زیبای کودکی و در کمال محرومیت اقتصادی، هیچ احساس کمبودی نمی کردم. تمام خستگی که از بازی‌های روزانه در وجودم انبار می‌شد را تحمل می‌کردم تا غروب از پنجره مردی را ببینم که با میوه‌ای در دست و خنده‌ای بر لب وارد منزل می‌شود. ولی به ناگه دنیای من دگرگون شد. یک روز عصر، هرچه منتظر شدم پدر به خانه باز نگشت. از پنجره چوبی منزل بالا به دوردست خیره می شدم و با نگاه هر فردی که از دوردست می گذشت قلبم تندتر می زد و کوشش می کردم که با بلند کردن سرم بهتر تمرکز کنم و می خواستم اولین فردی باشم که فریاد می زند پدر آمد. ولی گویا قرار نبود من این خبر را به خواهر و برادرم بدهم. دیگر همه چیز تغییر کرده بود. پدر به دست حکومت کمونیستی دستگیر شده بود. دیگر کسی شادمانی نداشت و مادر صبحها با یک دست لباس نو به زندان پلچرخی می‌رفت تا شاید خبری از پدر دریافت کند و لباس را به دستش برساند. مادر بود با 3 فرزند 1 ساله، 3 ساله و 4 ساله. اما به سؤال مکرر فرزندانش که پدر کی می آید جواب قانع کننده‌ای نداشت و گاهی این سؤال برایش سنگین تمام می شد و به جای جواب همیشگی بوف سوزناکی از عمق دل سوخته می کشید. به گوشه‌ای پناه می برد و در حالی که با چوب خشک و ناخنش روی زمین را خط می کشید، ما می دیدیم که با گوشه چادرش اشکش را پنهانی پاک می کند. فکر می کنم این قصه غریبی نیست. در کشور ما و کمتر خانواده‌ای را می توان یافت که با چنین غمی دست و پنجه نرم نکرده باشد. با گذشت زمان متوجه شدم که پدر قرار نیست به این زودی بازگردد. مجبور بودم بزرگ شوم و با دنیای کودکیم خداحافظی کنم. راه دیگری نبود. در سن 4-5 سالگی مجبور بودم در حالی که در کشور ایران مهاجر شده بودم شروع به کار کردم. هرچی که بزرگتر می شدم اشتیاق دیدار پدر در وجودم بیشتر می شد. از دیدن پدر هیچ وقت مایوس نشدم. حکومت‌ها در افغانستان تغییر می کرد و من امیدوار می شدم که شاید با آزاد شدن زندانیان پدرم نیز برگردد. ولی افسوس که چنین نشد.
و نبودن پدر همیشه یک احساس غریب بی سرنوشتی را با فکر و ذهن من همراه کرده و در واقع نبودش را با تمام تار و پود بدنم احساس می کردم. مادر غیرتمندم به فریادمان می رسید و نمی گذاشت از مسئولیت نسبت به همسالانم عقب بمانم. اما زمان عروسی خواهرم پدر غیرت مادر و غیرت همه ما را شکستاند. بغض گلویمان را گرفت و ناگزیر مراحل اولیه عروسی خواهرم را با گریه استقبال کردیم. قرار بود به خانه شوهر برود و طبق رسم و رواج خانوادگی مراحل پدر باید کمر دخترش را می‌بست و این وظیفه بزرگ را باید من انجام میدادم. لحظه سختی بود. دست پایم یاری نمی کرد. ولی باید این کار را انجام میداد. این کار را به نیابت پدر باید انجام میداد و رفتم کمر خواهرم را بستم. میدانم که او هم در این لحظه احساس دلتنگی مضاعفی داشت و برای لحظه‌ای هر دویمان گریستیم. گویا بسیاری از حضار در مجلس نیز متوجه شده بودند و با گریه و یاد پدر ما را همراهی کرد. شاید از این لحظات در زندگی تمام خانواده‌های شهدا زیاد اتفاق بیفتد، مخصوصاً زمانی که امیدی برای بازگشت پدر باشد و هنوز منتظر باشیم که پدر را پشت درب خانه ببینیم. یادم می‌آید که خواهرم محصل بود. در رویاهایی که گاهن به اشتراک می‌گذاشتیم از آرزوها صحبت می‌کرد که با برگشت پدر تمام هم‌صنفی‌هایش را به صرف یک شیرینی دعوت خواهد کرد. شیرینی که فقط در حد آرزو در تاریخ زندگی ما آمد و رفت. زمان گذشت و من 35 ساله شده بودم و به افغانستان برگشته بودم تا اینکه در غروب روز چهارشنبه 27 سنبله سال 1392 در سایت خبری BBC دیدم که گفته شده بود یک لیست 5000 نفره‌ای از شهدای دوران کمونیستی در روزنامه 8 صبح نشر شده است. در دلم غوغایی برپا شد. تصور می‌کردم که اگر نام پدر در این لیست نباشد حتما زنده است و باید بیشتر به دنبالش بگردم. با همسرم به تماس شدم و گفتم که معمولاً این روزنامه به دفتر شما می آید. اگر این لیست به دستت رسیده است یک بار چک کن. منتظر جواب همسرم ماندم. در این لحظه دلهره‌های غیر قابل وصفی داشتم. در حالی که در دفتر آن را بسته بودم که کسی داخل نیاید مشغول راز و نیاز با خالق یکتایم شدم که ناگاه گوشیم زنگ خورد. آری همسرم. تا گوشی را گرفتم گفت زندگی سرت باشد. پدر شهید شد. شهادت مبارکه. و خودش هم گریست. دیگر حرفی نتوانستم بزنم. تمام عقده 35 ساله نگرستن راه گلویم را بست. تلاش داشتم در بین بغض خودش مرا دلداری بدهد و در واقع من هیچی نمیشنیدم. در حالت عادی نبودم. یک جملهش بیشتر حالم را خراب کرد که گفت آرام باش و فکری کنیم که مادر را چگونه باید خبر. درد پشت درد. یکی از بدترین تجربه‌های زندگیم خبر از دادن مرگ عزیزی به بستگانش بود و مخصوصاً در این شرایط که باید خبر شهادت پدرت را به مادرت بدهی. خودم را به سختی کنترل کردم. با مادرم به تماس شدم.
و گفتم که یک لیستی نشر شده. شب می آیم و با هم چک می کنیم. و بعد راهی منزل شدم. در بین راه دفتر کار تا منزل تمام خاطرات پدرم به یک باره بر ذهنم هجوم آورد و در ذهنم سخت خودم را ملامت می کردم که چگونه فرزندی هستی که بیش از 30 سال است که پدرت شهید شده ولی تو خبر نداری. اما خوب می‌دانستم که گاهی اشخاصی گفته بود که از آن زمان زندانی زنده نمانده است، ولی امید من به برگشت پدر هیچ وقت اجازه پذیرفتن آن خبر تلخ را به من نمی‌داد. دغدغه دیگر این بود که این خبر را چگونه به خواهر و برادر مهاجرم بدهم. پیشین به درب منزل رسیدم. وارد منزل و اتاق شدم. تا مادرم را دیدم رفتم پیشش، زانو زدم و دستش را گرفتم. بوسیدم و گفتم شهادت پدر مبارک. بعد صدای هر دوی ما به گریه بلند شد. مدتی گریستیم، کاملا غریبانه و تنها و بدون تسلی دهنده. در آن دم من متوجه شدم که مادرم به معنای واقعی کلمه در این 35 سال هر دم شهیدی را تجربه کرد و مانند مرغ بسمل زجر کشیده، اما به خاطر مهر مادرانه نگذاشت غمی بر ما متسولی شود. فضای خانه پر از حق گریه بود و مادر بود و من و گریه. ولی باید جو را کنترل می‌کردم. شروع به تشریح ماجرا شد. شاید تصور بر این باشد که با آمدن خبر شهادت انتظار به پایان رسیده و دیگر دغدغه‌ای نداریم. ولی حقیقت این است که هیچ تغییری نیامده و بلکه ذهنمان را مسائلی به خود مصروف کرده که نه تنها از غم ما نکاسته بلکه بر آن افزوده است. با خود می اندیشم که پدر در آخرین لحظات چه حالی داشته. وقتی با دستان بسته به سوی گلودون‌ها راهی شده بود، تصور لحظه به لحظه تا به شهادت روحم را می آزارد و سخت اندوهگین می شوم. آنچه که حالا بیشتر باعث بیتابیم می شود، پایمال شدن خون و راهی که این شهدای پاک به خاطرش این گونه با قساوت و بیرحمی به شهادت رسیدند. چرا با این همه حکومت‌های اسلامی هنوز کسانی که دستشان بر خونهای بیگناه آلوده است آزادانه زندگی می‌کنند؟ در واقع این شهدا از مظلوم‌ترین شهدای تاریخ انسان و کشور ما هستند که هم جانشان را مظلومانه از دست دادند و هم هر روز و هر سال بر مظلومیتشان افزوده می‌شود. این دلنوشته قطره‌ای از دنیای غمبار هزاران خانواده شهیدی که در این سرزمین به خاطر آزادی، استقلال و آسایش مردم به دست پلیدترین زمامداران به شهادت رسیده است. در واقع با هیچ قلم و هیچ بیانی نمی‌توانیم همه اندوه و مصیبت‌هایی را که این وارثین شهدا در طول ده‌ها سال محکوم به تحمل آن بودند را بیان کرد. حال امید به تحقق به عدالت است که خداوند وعده آن را داده است و در راه نهادینه شدن آن از هیچ تلاشی دریغ نخواهم کرد. من شفیقه محسنی و این دلنوشته را از طرف همسرم سید جمال الدین هاشمی خواندم. چون بغض مانع ایشان میشد به من سپردند که بخوانم. خدا را شاکرم که شمه‌ای از درد دل مظلومان وطنم را بازگو توانستم. امیدوارم که همه هر دم شهیدان با هم نوا شود و این صدای خفه شده در دل دشت‌های پل چرخی به گوش فلک زمزمه نماید تا شاید صاحبان شهرت و ثروت افسانه‌ای بشرمند و کاری را در جهت تحقق عدالت بتوانند.
رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.